فقط 5 سال آقای میکنیم وقت بسیار نگیریم با. السلام علیکم. دوستان محترم، سوال: دختری مسلمه را یک نمازخوان را با پسری به نماز نگاه کردن جایز است یا نه؟ اولا جایز نیست. من چندین توصیه دارم. ما شما برای خدا خواهد انشاءالله همین دختر بچه شما اگر دختری صالح باشد جدایش که من باشد و وریانت چی بوده؟ وریانت چی میدونید؟ میگه همین 2 ماه نماز بخونی، جمعه میروی، مسجد میروی، نماز عبادت میکنی، دختر الا نگویش. حتی اینکه در مسئله های فقهی میگه یک زنی صالحه جوانی فاسق کفر نیست، برابر نیست. وقتی شاید میگه که زن مخواه از به نمازان، نیز ورا زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن به نماز. بنامین وعدش که نگو که خواه من دختر من میتیم حتی نماز خود زیاد بشه 5 وقت نماز میخونی انشاءالله خدا خواهد 1 ماه 2 ماه نمولد. در یاردانیا بینین یک بچه و دختر یادگارش دوست میدارن، در یاردانیا دوست میدارن، در اونجا مهر قیمت بدست. بعد پیش پدرش میاره میگه که امر جان همین دخترت من ناز میبینم، همین مهرش گویم که $1000 گیم، همین مهرش گویم من سکن جمع کنم. بچه میگه من یک گفت میگم، همین میگه والله علم اگه دروغ نشد یا 20,000 بود 20,000 رسول الله صلوات میگوی، یک تا نکی من شمارش به تسبیح. همین 20,000 صلوات گفته که ادا کی کردی دختر میتر گفتی 5 وقت نماز خون انشاءالله خدا خواهد. 5 وقت نماز خونده خدا خواهد، جمعه رفته حقیقی نماز خون میشه الا در کار نصیب بشه.